4 شرکت موبیلی بار دیگر از خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان پرسیدند که بر اساس کدام قانون تاجیک تلکام یک شرکتی متعلق به خدمات علاقه باید تامین کننده یگانه اینترنت در کشور باشد. طی تقریبا 3 ماه آخر این نامه دوم شرکت های تسل، بیلاین، بابیلون و میگافون به خدمات ضد انحصاری در این باره است. نامه اول ماه ینبر نوشته شده، پاسخش چند پیش دسترس گردید. انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید پاسخ خدمات ضد انحصاری روشن نبود و از این رو دوباره خواستند به سوال آنها دقیق جواب بگویند. یک نسخه این نامه روز 28 فوریه دسترس رادیو آزادی شد. در آن نامه خدمات ضد انحصاری گفته نشده است که آیا چنین کار شرکت تاجیک تلکام قانونی است یا خیر، اما گفته شده است که این شرکت در فهرست مونوپولی طبیعی قرار دارد. تا به امروز از جانب تاجیک تلکام وابسته به موافقه گزارش ترافیک های وارداتی و صادراتی خدمت رسانی اینترنتی توسط مرکز یگانه کمونیکاسیونی علاقه برقی و عاید به مسئله خریداری ترافیک اینترنت بیرون از حدود جمهوری و فروش آن به اپراتوران موبیلی مراجعه نشده است. آمده است در این نامه. نماینده یک از شرکت های موبیلی به رادیو آزادی گفت این به معنای است که ترافیک اینترنت که از طرف فیلیال تاجیک تلکام به شرکت ها مجبوراً فروخته می شود بنابر موافقه نشدنش غیر قانونی است. غفور ایرکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت تاجیک تلکام همچون شرکت موبیلی چگونه می تواند مثل مونوپولیست یکتاز شرط های خود را به شرکت های دیگر موبیلی و اینترنت رسان های دیگر تحمیل کند و باز اینترنت را تقسیم نماید. و گفت خدمات ضد انحصاری باید نرخ را مشخص نماید. То есть антимонопольная служба должна утверждать договор. آیا شرطنامه‌های میان شرکت‌های موبیلی با تاجیک تلکام را بر اساس قانون درست می‌شمارند؟ آیا شرطنامه‌های میان شرکت‌های موبیلی با تاجیک تلکام را بر اساس قانون درست می‌شمارند؟ چگونه یک شرکت می‌تواند از شرکت‌های دیگر در مقام بالا قرار گیرد؟ ما منتظر پاسخ به این سوال‌ها از جانب خدمات ضد انحصاری هستیم. Да, она государственная организация должна дать ответ согласно наших законов. در میانه‌های ماه ینور سال جاری خدمات علاقه تاجیکستان به شرکت‌های مخابراتی دستور داد که اینترنت را تنها از شبکه جمهوری تحویل معلومات، یک سازمان مربوط به تاجیک تلکام خریداری نماید. تاجیک تلکام در نوبت خود شرکت زیرتابع خدمات علاقه تاجیکستان است. مقامات در تاجیکستان در سال 2016 در نزد تاجیک تلکام مرکز یگانه کمونیکاسیونی را نیز براه ماندند که آمد و رفت زنگ‌های موبیلی را تنها از یک موری تنظیم می‌کند. این مرکز با ارزش 50 میلیون دلار بنیاد شد و آن زمان هم مقامات گفتند هدف کمک در تامین امنیت ملی در امر مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم است. خدمات علاقه در چند سال اخیر با چندین تصمیم بحث برانگیز خود شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. سال 2017 مجوز پاشته‌های زودرس بین المللی به مثل DHL را مسدود کرد و ارزش گفتگوی بین المللی را بالا برد. با دستور اینها صحبت‌های تلفنی از طریق سیستم NGN نیز محدود شد.